وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. به نام یکتای همتای هستی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز، همراهان پژوهشگر و فرهیخته. در ادامه مباحث ترجمه آیات سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 137. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. خب همونطور که حضور ذهن دارید، آخرین آیاتی که از این سوره مبارکه در جلسه قبل با هم مورد بحث قرار دادیم به موضوع رقابت به گونه ناسالم و خود برتربینی های پیروان ادیان اختصاص یافت، با این شرح که خداوند بیان فرمود که برخی از منحرفین از اهل کتاب مسیر هدایت رو منحصر میکنند به مسیری که خودشون دارن میپیمایند و مثلا یهودیان میان میگن که برای رسیدن به سعادت و کمال فقط باید یهودی باشید و هیچ مسیری جز مسیر یهودیت به گونه ای به رشد و کمال و سعادت منتهی نمی شود. مسیحیان هم میان مشابه همین ادعا رو مطرح میکنند و میگن اگر میخواید به سعادت و کمال برسید فقط باید مثل ما فکر کنید، رفتار کنید و تدین و شریعتی نظیر ما رو پیش بگیرید تا به سعادت و کمال برسید و الا دارید بیراه میرید. و خب خداوند مثل برخی آیات دیگر قرآن که این انحصار طلبی ها و خود برتربینی ها و توهمات این که من در مسیر حق هستم دیگران در مسیر باطل رو مورد رد و نکوهش قرار میدهد، در آیاتی که با هم خواندیم در آیه 136 مشخصا این ادعا رو رد کرد و گفت که در هر دو آیه هم 135 هم آیه 136 که موضع شما مسلمان ها و مؤمنین به دین پیامبر خاتم در مقابل اونها این باشد که نخیر، ما اگر اقتدایی داشته باشیم به پیامبران، در رأس ایشان حضرت ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا خلیل الله هست و بعد فرزندان ابراهیم حضرت اسماعیل و اسحاق و نوه ایشان حضرت یعقوب و دیگر پیامبران از نسل بنی اسرائیل از جمله حضرت موسی و حضرت عیسی، ما اقتدا به همگی اونها داریم. اونها همه آیین توحیدی رو تبلیغ میکردن، اونها همه بری از شرک بودن و همه اونها و کتابهای آسمانی و آیینهای اونها مورد احترام ماست، همچنان که پیامبر خودمون و آنچه که بر ما نازل شده رو باور داریم، قبول داریم، تایید و تصدیق میکنیم و تکریم میکنیم. موضعمون نسبت به همه پیامبران و کتابهای آسمانی و ادیان همین هست که نسبت به پیامبر و کتاب خودمون و آیین خودمان هست. حالا اگر شما فإن آمنوا به مثل ما آمنتم به، خداوند در واقع داره به مسلمان ها مؤمنین به پیامبر خاتم میفرماید، میگه اگر اونها هم آمدند مثل چنین اعتقادی رو پیشه کردند و پذیرفتند و گفتند بله ما هم همینطور مثل شما فکر میکنیم، ما هم باور به این موضوع داریم که هم پیامبر شما یعنی پیامبر خاتم، هم کتاب شما و آموزه های الهی بیان شده در اون و دین و شریعت شما و هم آیین‌های ما و تمام پیامبران پیش از ما و کتاب‌های آسمانی مورد تایید و تصدیق هست و مورد تکریم، اگر ایمانی نظیر ایمان شما داشتند فقط اهتدوا، اونا هم به مسیر هدایت آمدن. یعنی دقیقاً نقطه مقابل اون انحصار طلبی که از بیان اونها در آیه تصویر شد، یعنی اینکه اگر اونها چون این انحصار طلبی هایی دارن
پاسخ ما به اونها این هست که نخیر، ما مثل شما انحصار طلب نیستیم، مسیر سعادت و هدایت رو فقط در اختیار خودمان نمیدانیم، به پیروان سایر ادیان به چشم منحرف و فاسد و فاسق و رهگم کرده نگاه نمی کنیم، بلکه تمام پیامبران الهی، تمام کتاب‌های آسمانی و تمام شریعت‌های الهی رو قبول داریم، تصدیق می‌کنیم، تأیید می‌کنیم. اگر اون دیگران هم نظیر شما فکر کنن و نظیر این اعتقادی که در واقع خدا به شما داره آموزش میده، اگر اونها هم آمدن گفتن لا نفرق بین احد منهم، ما هم بین هیچ کدام از پیامبران و کتاب‌های آسمانی و ادیان تفاوتی نمیگذاریم، فقط اهتدوا، اونها هم به مسیر هدایت رسیده اند، اونها هم به قله رشد و کمال و سعادت خواهند رسید و انحصاری در واقع برای هیچ دینی در کار نیست. این که کسانی بیان بهشت رو منحصرا برای خودشون بخوان یا راه هدایت رو فقط منحصرا راهی که خودشون دارن میپیمایند معرفی کنند، اینها توهمات هست و به تصریح قرآن که تلک الامانی، آرزوهاشونه، خیال بافی هاشونه، دلخواسته هاشونه و الا حقیقت اون است که خدا داره بیان میکنه. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به. حالا این لغت مثل هم اینجا خیلی ظرافت داره، خیلی هم مفسرین در واقع سرش بحث کردن، یعنی در واقع به نظر میرسد مثل بقیه آیات قرآن هم دلالت‌های این چنینی فراوان دارد، یعنی نه اینکه بیان تغییر دین بدهند و بیان مسلمان شوند، میگه به مثل ما آمنتم، یعنی اعتقاداتی نظیر اعتقادات شما داشته باشند ازشون پذیرفته است و مسیر هدایت رو یافته‌اند. همچنان که قبلا داشتیم در هم آیات سوره مبارکه بقره در جاهای دیگر قرآن هم تکرار شده که مثلا به مسیحیان، یهودیان و مجوس، سابعی ها و امثال اینها وعده داده شده که اگر ایمان و عمل صالح داشته باشن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا هم میگه فان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا، یعنی اگر اونها هم اعتقاد مشابهی دارند در تفاوت نگذاشتن بین پیامبران، در تکریم و تشریف و تعظیم همه پیامبران، در ایمان به خداوند یکتا و همه اینها رو در واقع منبعث از خداوند یکتا میدانند، اگر اونها هم هر اعتقادی داشتن صرف نظر از اینکه عنوانشون چیست که مسیحی هستند یا یهودی هستند یا غیر اون، مسیر هدایت رو یافتند و خداوند به صراحت با اون حرف قطع که دلالت بر تأکید داره میگه قطعا و حتما اونها هم در مسیر هدایت هستن، اونها هم به عاقبت بخیری میرسن و به بیانی میشه از آیه استفاده کرد که این عاقبت بخیریه، این سعادت و هدایت و کمال منحصر به شما مسلمان ها نیست. و ان تولوا فانما هم فی شقاق، اما اگر نه به این آموزه های الهی که بسیار منطقی، اخلاقی، زیبا، حسن و احسن هست پشت کردند، گفتن نه فقط پیامبر خودمون ما قبول داریم که میگفتند و میگویند تا به امروز، فقط کتاب خودمون، پیامبران بعدی رو قبول نداریم، پیامبران قبلی رو قبول نداریم، کتاب اون دین چنین و چنان است، اون پیامبر چنین و چنان است، جسارت ها، توهین ها، به دیده تحقیر نگریستن ها و امثال اینها. اگر موضعشون اینجوریست فانما هم فی شقاق، پس اونها در واقع در موضع عناد هستند، دارن خصومت ورزی میکنن، دشمنی میکنن و مسلما از راه حق به دور افتاده اند. اما بازم شما مؤمنین به پیامبر خاتم و توی پیامبر خاتم نگران نباش که خب حالا اینا اینجوری معاندانه دارن خصومت میورزند و دشمنی و لجاجت میکنن. فسیکفیکهم الله، پس خداوند به زودی توی پیامبر و شمای مخاطب قرآن رو از شر ایشان کفایت خواهد کرد. در واقع گزندی به شما نمیتوانند برسانند. این ادعاهای دهن پرکن و توخالی در واقع نه مسیر حق رو عوض می کند، نه پیروان مسیر هدایت رو باید متزلزل کنه. خیلی به این حرف ها بها ندهید، بذارید به تعبیری هیداد بزنن و گلوی خودشون رو پاره کنند و ادعاهای باطل اینجنینی که ما حقیم و دیگران باطل.
فسیکفیکهم الله، خداوند شما رو از شرور ایشان کفایت خواهد کرد و میکند و این وعده خداوند است. و هو السمیع العلیم، و خداوند شنوای داناست، هم میشنود این حرفهای باطلی رو که میزنند، هم به اون نیت و ما فی الضمیر اونها و اون چه پنهان میدارند در دلشون آگاه هست، اشراف دارد و علم دارد. پس خیلی جای نگرانی نیست. شما اتکا و توکلتون به خداوندی باشد که هو السمیع العلیم، و وعده هم داده که فسیکفیکهم الله. صبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون. خب این بیان آیه 38 هم که خب بیان بسیار ادیبانه، زیبا و تصویری هست. میفرماید صبغة الله، مهم این است که رنگ خدا بگیرید. صبغه به معنای رنگ هست دیگه، رنگ رزها رو در قدیم میگفتن صباغ. صبغة الله یعنی رنگ خدا. حالا میگن یه فعل مقدری داره، یعنی مثلا در واقع به رنگ خدا درآیید، اتبعوا صبغة الله، مثلا تبعیت کنید از رنگ خداوند و رنگ خدا بگیرید. و من احسن من الله صبغه، چه کسی زیباتر از در واقع خداوند رنگ آمیزی می کند. به رنگ خدا درآیید یعنی مهم اینه که رنگ و بوی خدایی داشته باشید. به بیانی میشه از جمع و برایند این آیات این گونه استفاده کرد. این عناوین که مهم نیست که آقا من پیامبرم فلانیست، من مسیحی هستم، من یهودی هستم، من مسلمان هستم، من عنوان کتابم اینه، عنوان پیامبرم این چنینه. این فخر فروشی ها که عمدتاً هم جاهلانه هست، خداوند میگه اینا مهم نیست، که این عناوین مهم نیست. مهم اینه که کدامتون بیشتر رنگ خدا گرفته اید، یعنی بیشتر به آموزه های خدا عمل کرده اید، بیشتر دارید در مسیر خدا حرکت میکنید، بیشتر. ما تو فارسی هم میگیم رنگ و بوی خدایی گرفته، عطر خدایی از او استشمام میشود. دیدیم برخی چهره ها به تعبیری نورانیست، روحانیست. اینا کسانی هم که رنگ خدا گرفته‌اند، با نیکی ها، با نیک نفسی ها و نیک نفسی ها به تعبیری، با تهذیب ها، با در مسیر تدین و تقوا گام برداشتن ها این رنگ خدا حاصل میشه. و خدا میگه مهم اینه صبغة الله و من احسن من الله صبغه، چه کسی زیباتر از رنگ خداست و چه رنگی زیباتر از رنگ خداست. خود حسن به معنای زیبا هست، احسن حالا در واقع صفت تفضیلش هست یا اسم تفضیل، یعنی این که آقا زیباترین رنگ خداوند است، به اون رنگ در بیایید. به جای این که دنبال این باشید که برای خودتون ویترینی بیارایید و برای خودتون دکون دستگاهی به تعبیری درست کنید و به رنگ غیر خدا خودتون رو 7 قلم رنگامیزی کنید، نه، بیایید رنگ خداوند و عطر خدا در واقع شما رو فرا بگیرد، معطر به عطر خدا و رنگ خدا باشید. و مهم این هست، نیکو این هست، زیبا این هست. و نحن له عابدون، و ما عبد او هستیم، بنده او هستیم، عبادت او رو میکنیم و نسبت به او تعبد داریم. خب در واقع نشان میدهد اون جمله های اولیه آیه، یعنی صبغة الله و من احسن من الله صبغه، یعنی اینکه در باز همون برابر اون کسانی که مدعی این خود برتربینی ها هستند و خودشون رو هدایت یافتگان و ره یافتگان معرفی میکنن، به اونا بگید آقا این عناوین و ادعاها مهم نیست. ما و شما باید همه تلاشمون این باشد که در چارچوبی که خداوند به همون آموزش داده حرکت کنیم، به تعبیر آیه رنگ خدا بگیریم، معطر و عطر خدا بشویم. و زیباترین هم همین هست، نیکوترین هم همین هست که آدمها اون قالب و چارچوب و هنجاری رو که خداوند براشون تعریف کرده در واقع در اون قالب و چارچوب قرار بگیرن. و نحن له عابدون، مایی که هممون داریم میگیم عبد او هستیم، من مسلمان، توی مسیحی، توی یهودی، همه میگید که آقا ما داریم خداوند احد و واحد رو میپرستیم، ما داریم به دین و شریعتی که او فرستاده عمل میکنیم، به آموزه هایی که توسط پیامبران و فرستادگان او آموزش داده شده عمل میکنیم. خب بیایم دنبال این باشیم، عوض این که این ادعاهای باطل، این حسادت ها و فخر فروشی ها و تنگ نظری ها رو نسبت به هم دیگه داشته باشیم. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. خب بعد خداوند میفرماید که پیامبر خاتم
بهشون بگو اصلا این مباحث چه فایده‌ای دارد، این ادعاها، این محاجه ها و مجادله ها بی معناست. آیا آمدید در مورد خداوند یکتا با ما مجادله و محاجه میکنید، شمای مسیحی و شمای یهودی؟ و هو ربنا و ربکم، در حالی که او همانطور که پروردگار ما هست پروردگار شما هم هست، همچنان که رب شماست رب ما هم هست. چه دعوایی ما میتونیم با هم دیگه داشته باشیم؟ ولنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای شما یک دین و شریعت فرستاده، یک پیامبر فرستاده، یا آموزه ها و احکام و اوامر و نواهی بهتون ابلاغ شده است، به ما هم به گونه کتاب دیگری اوامر و نواهی دیگری که با هم تناقض هم ندارد. یعنی اینجوری نیست که قابل جمع نباشد. عرض کردم احکام به تصریح قرآن متفاوت هست در ادیان مختلف. خداوند در قرآن منت میگذاره، میگه فلان چیزها رو بر فلان امت حرام کردم مثلا به عنوان مجازات، اما برای شما مسلمان ها مثلا اون حرام ها رو حلال کردم، به اونا سخت‌تر گرفتم مثلا به شما آسان‌تر. و این تفاوت در احکام خب کاملا واضح و روشن هم هست. در قوانین بشری هم اینجوری است. یعنی شما در هر کشور و سرزمین و ایالتی که میرید در واقع قوانینی هست منطبق با شرایط زمانی و مکانی که در اونجا حاکم هست. و این که در احکام با هم تفاوت داشته باشن هم بدیهی است هم منطقی. در ارکان و اصول هم که هیچ تناقضی نیست و قرار هست در واقع همه به مسیر خیر دعوت کنند که دعوت کرده اند. لذا با هم دعوایی نداریم. شما باید به دین خودتون به اعمال خودتون، حالا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، همون لکم دینکم ولی دین هست، تعبیر دیگری از اون هست که شما باید پاسخگوی اعمال خودتون باشید که آقا چقدر به دینتون عمل کردید، در چارچوبی که پیامبر و کتابتون آموزش داد آیا در اون مسیر رفتید، اون هنجارها رو رعایت کردید، خط قرمزها رو زیر پا نگذاشتید و هنجار شکنی نکردید. ما هم همچنین، ما هم اون آموزهایی که پیامبرمون برامون آورده، کتابمون بهمون آموزش داده و به ما ابلاغ شده و باید از نواهی که نهی شده این پرهیز کنیم، به اوامری که صادر شده عمل کنیم تا برسیم به سعادت. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. اما با هم دعوایی نداریم، جنگی نداریم. این که تفاوت در این تکالیف هست که باعث نمی شود که به هم فخر فروشی کنیم یا به هم دیگه نگاه حقارت آمیز داشته باشیم. و نحن له مخلصون، و همه ما قرار خالصا مخلصا برای خداوند باشیم. اگر تو به کلیسا میری، تو به کنیسه میری و من به مسجد میرم، همه دنبال جلب نظر لطف خداوند و رسیدن به قرب حضرت حق هستیم و ما خالصانه مخلصانه در جهت رضایت خدا داریم عمل میکنیم و تعبد و عبادت میکنیم. پس جایی برای این فخر فروشی ها نیست و واقعیت همین هست. در جهان امروز هم اگر این فسادها و خونریزی هایی که در طول تاریخ شده تا به همین امروز به دیده عبرت نگریسته شود، همه ریشش همین فخر فروشی هاست، همین خود برتربینی هاست، همین که آقا مسیر ما حق، مسیر دیگران باطله، پس ما اجازه داریم دیگران رو سر ببریم، بکشیم، مورد تعرض قرار بدیم، مالشون، جانشون، ناموسشون. خداوند به این صراحت نهی میکند از این خود برتربینی ها و به دیده تحقیر نگریستن در خلق خدا. خداوند به این صراحت آموزش میدهد که آقا بیاید بر مشترکاتتون تأکید کنید و شعارتون این باشد که لا نفرق بین احد منهم، شعارتون این باشد که لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، شعارتون این باشد الله هو ربنا و ربکم. اما خب مردم چگونه عمل میکنند و خدای نکرده ما چگونه عمل میکنیم؟ پناه میبریم به خداوند و خداوند انشالله از هممون دستگیری کند و هممون رو هدایت کند. وقت بنده تمام هست. تا انتهای آیه 139 ترجمه در این مجلس تقدیم محضر شما بزرگواران شد. همگی شما رو به خداوند منان می سپارم. خدایا و نگهدارتون. بیننده ارجمند، اگر ویدیوهای این کانال را مفید و جذاب یافتید، لطفاً با لمس و کلیک کردن بر روی آیکون لایک و سابسکرایب حمایت خود را در جهت تولید محتوای بهتر و بیشتر اعلام داشته، با معرفی ویدیوها ما را در مسیر توسعه و بهینه‌سازی هرچه بیشتر کانال و فرایند افزایش تعداد بازدید کنندگان یاری فرمایید. تا همیشه قدردان و سپاسگزار حمایت‌های شما هستیم.